بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری، بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من مهدی هستم از ایران. آقا مهدی از ایران. مهدی جان بفرمایید در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر صحبتی دارید میشنویم. حالا کلیپ ها رو بمان از من چند تا سوال عقلی داشتم از محضرتون. سوال عقلی بفرمایید. من اولین سوالی که دارم از خدمتتون اینه که شما میفرمایید قرآن و سنت، با قرآن که مشخص کتاب، بله. سنت شما از کی میگیرید؟ از اون نفراتی که میگیرید میشه بگید کیا هستن؟ سنت ما از سنت من الان در قرن 21 میخوام سنت پیغمبر رو یاد بگیرم. به چه کتابایی مراجعه کنم که سنت پیغمبر رو دریافت کنم؟ الان سنت من از کی بگیرم؟ سنت شما از کتاب‌های حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. میشه چند تا از کتاب نام ببرید؟ بخاری، مسلم، ترمذی. کتابا خیلی مسائل. خب ببینید آقای انصاری، شما میگید من ما طرفدار سنت پیغمبرم. و این سنت شما میگید از صحیح مسلم و صحیح بخاری خیلی مسائل هست که به قول معروف حقانیت مذهب شیعه رو ثابت کنه. حقانیت مذهب شیعه رو شما در کتاب‌های ما ثابت می‌کنه. ابوبکر ببینید الان دوست عزیز آقا مهدی جان، شما فرمودید که ما بحث عقلی می‌خوایم بکنیم، برگشتید رو قضیه روایات. اگر ما بخوایم که گوش کن مهدی جان، اگر قراره که بریم رو روایات، من باطل بودن مذهب شما رو از کتاب‌های خودمون از یک روایت صحیح و صریح برات ثابت می‌کنم. پیامبرم یعنی چی؟ صحیح مسلم جانم دومی ابوبکر پیامبرم، این ذریعه شما معنی کن اینجا. آقا مهدی شما مثل اینکه حرف منو متوجه نشدید. مهدی جان اگر قرار باشه که ما بریم رو روایات، من حاضرم با تاسب اینجا بحث بکنم، مشکلی هم ندارم و باطل بودن عقیده شیعه اثناعشری رو من پرسیدم آقای انصاری، حرف نرو خواهشم. وقتی عایشه عزاداری کرده کتاب صحیح اومده، خب سنت از کجا ما باید بگیریم؟ من اول سوال کردم در کجا ببین برادر عزیز، در کجا عایشه عزاداری کرده و گفته که این کار خوبی است شما انجام بدید؟ تو همین کتابای خودتون، تو همین صحیح مسلم و صحیح بخاری اومده. بخون برادر عزیز، بخون همون روایت رو. خودتون میدونید کجاست. نه متاسفانه دروغ گفتن آخوندا به شما. من نمیگم شما دروغ میگید، آخوندا به شما دروغ گفتن. خود شرح نهج البلاغه عبدالحدید رو بخون شما. میگید شما این کتابای معتبرتون نیست. سنت پیغمبر من از کجا بگیرم الان؟ از کجا باید بگیرم؟ من مهدی جان برادر عزیز، الان شما فرمودید عایشه عزاداری کرده، شما بنابر اینکه عایشه عزاداری کرده رضی الله تعالی عنها شما هم عزاداری میکنید. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در روایت گفته که شما عزاداری بکنید. در کجا گفته؟ بخون روایت. همین روایت دیگه. شما دروغ میگید آقا جان، دروغ میگید. کتابا رو بگو. دروغ میگید. خب سنت پیامبر از اولاد پیامبر بگیریم بهتره. عزیزم شما سنت آقای محترم برادر بزرگوار، از علی بن ابی طالب میگیریم، کسی که از 9 سالگی در دامان پیامبر بزرگ شد. آیا این سنت رو بهتر؟ آیا بچه من اخلاق من نمیدونه یا همسایه من؟ آقای محترم مهدی جان قدم پیش بریم. شما ادعا کردید که ام المؤمنین عایشه صدیقه عزاداری رو تایید کرده و در این مورد روایت است. متاسفانه این حرفتون دروغ و باطل است. در این مورد لطفاً بیارید و بیارید روایت رو بخونید. خب دروغه. الان میریم رو مسئله بعدی.
رو مسئله بعدی. شما فرمودید که سنت آقای محترم، پیغمبری که- آقای محترم، آقای محترم، شما مهدی جان، من حرفم تموم شد. مهدی جان، حرفتون ببینید قدم به قدم میریم جلو. حرف اولتون در مورد عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باطل بود چون که دلیل نداشتید برای این حرفتون. آدرسش تو ذهنم نیست. هر وقت که آوردید زنگ بزنید. هر وقت که آوردید زنگ بزنید. هر وقت که آوردید. مهدی جان، گوش کن. گوش کن حرف منو. قطع نمی‌کنم. گوش کن. گوش کن برادر عزیز. گوش کن. فرمودید که شما دینتون رو، احادیثتون رو از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگیرید که در 9 سال بر منکرش لعنت، بر منکرش لعنت، بر منکرش لعنت، کسی که بر منکرش لعنت. الان سابقه با طرفی نداشت. لا حول ولا تاریخ قوة. میگه. آقا مهدی یاد نداده پدر و مادر شما به شما که وقتی یک انسان داره صحبت میکنه شما خاموش بشینید، بعد از اینکه صحبتش تمام شد به شما اجازه داد حرف بزنید؟ ای بابا. آقای محترم، من الان از شما که فرمودید که دینتون رو از علی ابن ابی طالب میگیرید، خب در بین 44,000 حدیثی که در کتب اربعه شما هست چند روایت از حضرت علی است؟ خب از حضرت علی نهج البلاغه، خدا بده برکت، حدیث و خطبه. بعد از علی ابن ابی طالب از سلاله پیامبر. آقای محترم، از سوال من فرزند واضح پیامبر است. می‌گیره، نه صحابه. آقای کسانی محترم. صحابه با طرفی داشتن. لا حول ولا قوة الا بالله. مهدی جان چرا حاشیه میری؟ من میگم در بین 44,000 روایتی که در کتب اربعه شما هست چند روایت از علی ابن ابی طالب دارید؟ بفرمایید. زیاده، من دقیق نمیتونم بگم چند زیاده، تاست؟ ولی قال علی زیاده. من چند تاست؟ نشمردم که بگم. چند تاست؟ من مثلا نمی‌دونم چند تاست. تقریبی هست. بگو. تقریبی بگو. کتب من علی جان، حالا مهدی این جان، چیزی مهدی جان، ثابت گوش کن. می‌کنه اصلا. مهدی جان، چیزی. مهدی جان، من میخوام ثابت بکنم که تو دین تو از علی ابن ابی طالب نگرفتی. در بین 44,000 روایت از فرزندان پیامبر، از بابا جان، کسانی که پیامبر- آقای محترم، کسانی که با آقا پیامبر حتی فرزندان یک پیامبرم نگرفتید، حتی از فرزندان پیامبرم نگرفتید. دینتون رو از کی گرفتیم؟ الان من ثابت میکنم. از کی گرفتیم؟ در بین شما فقط یک کمی یه لیوان آب سرد نوش جان بکنید، یک کمی سکوت بکنید تا من حرفم منعقد بشه، بعد من به شما اجازه میدم صحبت بکنید. ساعتم تموم شه. خب گوش کنید. قطع شد تماستون. آقای محترم، در بین 44,000 حدیثی که شما در کتب اربعه دارید فقط از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه 690 روایت دارید. حتی 1000 تا هم ندارید. دینتون رو از علی نمیگیرید. الان تو خونه نهج البلاغه داری؟ برو نامه 52 نهج البلاغه رو بخون که تو پیرو علی نیستی. اگر پیرو علی می بودی نماز تو طبق فرموده علی میخوندی. در هیچ چیز پیرو علی نیستید. اگر پیرو علی بودی به نهج البلاغه عمل میکردی. نه به نهج البلاغه عمل میکنید، نه به همین 690 حدیثی که از علی دارید. در بین 44,000 دروغی که به اهل بیت و به رسول الله بستن، این از دین شما. از رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین 44,000 حدیثتون شما فقط 644 روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم دارین. یعنی کل روایت هایی که شما یعنی روایت هایی که ما از علی ابن ابی طالب داریم، من عرض کردم شما 690 روایت دارید. ما در کتب اهل سنت 1583 روایت از حضرت علی داریم. در کتب ستمون 1583 حدیث، در حالی که شما در 44,000 حدیثی که در کتب اربعتون دارید 690 روایت دارید از علی ابن ابی طالب. ما یعنی 2 برابر شما روایت، 2 برابر هم بیشتر. پس ما پیرو علی هستیم نه شما. ثانیاً برو نام 52 نهج البلاغه رو بخون که ببین که کی پیرو علی ابن ابی طالب است. اما برمیگردیم رو قضیه ادعای شما که فرمودید شما روایت هاتون رو از اهل بیت میگیرید. اینم دروغه. روایتاتون رو از زراره میگیرید، روایتاتون رو از جابر جوفی میگیرید، روایتاتون رو از کسایی میگیرید که اینها بیشترین دروغ ها رو به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت دادن. حالا من نمونهش اینجا خدمت شما عرض میکنم. یکی از روات معروف شیعه که بیشترین به اصطلاح روایت هایی که در دین اینها رو داره، یکیشون جابر ابن یزید جوفی است. احمد جان نشان بده. این در کتاب وسائل شیعه، جابر ابن یزید جوفی روا 70,000 حدیث عن الباقر علیه السلام، از امام باقر 70,000 حدیث روایت کرده و روا 140,000 حدیثا،
یعنی 140,000 روایت کرده، 140,000 حدیث روایت کرده. از کی؟ از اولاد پیغمبر. این در کتاب وسایل شیعه. حالا من این رو یک چیزی رو خدمت شما عزیزان نشون بدم که تعجب بکنید. در کتاب رجال کشی، احمد جان نشان بده. این کتاب رجال کشی است. جابر ابن یزید جوفی در اینجا میگه که از زراره روایت شده قال سألت ابو عبدالله، امام جعفر صادق پرسیدم که عن الاحادیث جابر، از احادیث جابر چند حدیث؟ 140,000 حدیث. در کجا آمده؟ در وسایل شیعه. من این دو تا عکس رو کنار هم دیگه گذاشتیم تا شما عزیزان متوجه بشید که این دین ساخته و پرداخته کی است. جابر ابن یزید جوفی در وسایل شیعه 140,000 حدیث روایت کرده در مذهب شیعه. جابر ابن یزید جوفی در رجال کشی که یکی از کتاب‌های معروف رجال شیعه است، در اینجا روایت آوردن که سألت ابو عبدالله عن حدیث جابر، از ابو عبدالله پرسیده شد از حدیث جابر، فقال ما رأیت عند ابي قط الا مرة واحده. در نزد پدرم، پدر امام جعفر صادق کیه؟ امام محمد باقر. در نزد اون ندیدم مگر یک مرتبه رفته پیش امام محمد باقر. چند هزار حدیث روایت کرده؟ 70,000 حدیث، 70,000 حدیث. و ما دخل علی قط، و بر من اصلا وارد نشده. و روا 140,000 حدیث، 140,000 حدیث روایت کرده از اولاد پیامبر. پیش امام جعفر صادق یک مرتبه رفته و پیش امام جعفر هرگز نرفته. از برای خدا شما دینتون آقا مهدی از امام جعفر صادق میگیرید، از علی ابن ابی طالب میگیرید، از اولاد پیامبر میگیرید. یک کمی برید مطالعه کنید. یعنی این جابر جوفی، این کله، این به اصطلاح USB 3 داشته که فلش میموری رو برده پیش امام محمد باقر، ایشون هم 140,000 حدیث داخلش کپی کرده، بعد زده به کله پوک جابر جوفی، کپی پست کرده 140,000 حدیث در یک مجلس. چه دین و مذهب مسخره‌ایه که شما دارید؟ این است. من تازه دارم یکی از راویانتون رو بررسی میکنم. حاضرم اینجا همه رجال کشی رو از اول تا آخر راویانتون رو تک تک مثل همین بررسی بکنم. همشون همینطوری پدر سوخته عذاب در میان. یکیشون انسان‌های سالم نبودن، از زراره گرفته تا جابر جوفی و بقیهش. این است دینتون رو شما از اینا میگیرید. این چیزا در کتاباتون بود، خبر نداشتید. ما براتون داریم نشان میدیم تا اتمام حجت بشه بر شماها. بیدار بشید.